سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقتی پراگ است. من میرزانبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای روز را معرفی میکنم. بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود که این و دیگر موضوع مطرح میگردند. مهلت کرانتین به آخر رسید. امروز از بیمارستان آسایشگاه خرنگان دانشجویانی را که از شهر ووهان چین به تاجیکستان آورده بودند به خانه‌هایشان جواب دادند. آنها مدتی 15 روز زیر معاینه طبیبان قرار داشتند و 2 بار از تشخیص گذشته‌اند. به گفته پزشکان تاجیک در هیچ یک از آنها کرونا ویروس آشکار نشده است. خود دانشجویان از شرایط نگهداریشان در کرانتین چه میگویند؟ در برنامه خبری برایتان تفصیلات میدهیم. در ایران شماره فوتیدگان از کرونا ویروس به 16 نفر رسیده و مقامات از آن نگرانند که سرایت این بیماری تفشی می‌یابد. روز سه‌شنبه معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که کرونا ویروس به او هم سرایت کرده و گرفتار بیماری کووید 19 و در شفاخانه بستری است. در چارچوب اقدام‌ها بر ضد تفشی سرایت کرونا ویروس، مقامات جمهوری اسلامی کنسرت‌ها، قرب آزمایی‌های فوتبال و دیگر چهاربینی‌های دستجمعی را منع کرده. در یک عده ولایت‌ها درهای مکتب‌ها را هم بستند. با حالا اطلاعات عاید به جریان آمادگی به انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان. بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رایگیری تاجیکستان، هزارها جوان امسال بار اول حق شرکت در انتخابات پارلمانی را پیدا کردند. این گروه جوانان که تازه به سن رایدهی وارد شدند امکان دارند روز 1 مارس در قطار دیگر ساکنان پای صندوق‌های رایدهی بروند و به جانبداری نامزد دلخواه خود آواز دهند. اما آیا این جوانان که 4 روز پس باید در انتخابات پارلمانی شرکت کنند درباره این معرکه سیاسی و نامزدها چه می‌دانند و از حق و حقوق انتخاباتی خود آگاه هستند؟ یک ساکن جماعت در حصار نمی‌داند تقدیر رادیو اوزیلش که او و ده‌ها هم تقدیرانش را امروزها سرگرم می‌کند چه می‌شود. او میگوید 3 سال باز طریق این رادیو اوزیل برای ساکنان دهه حیاتی نو و کارمندان مؤسسه تعلیمی استیصالی نوبیان شهر حصار برنامه‌های رادیویی در روزهای جمعه امر معروف را پخش می‌کرد. ولی مسئولان جماعت حصار با او گفتند که به این کار